سوال ششم: پس این دین اسلام بر چی چیز اساس یافته است؟ جواب: دین اسلام بر 5 رکن اساسی اساس یافته است. اولا شهادت دادن این که معبودی بر حق جز الله نیست و محمد صلی الله علیه و سلم بنده و رسول اوست. سپس برپا کردن نماز، سپس دادن زکات، سپس ماه شریف رمضان روزه داشتن و سپس حج به خانه الله سبحانه و تعالی کعبه برای کسی که توان آن را دارد، امکانیت آن را دارد، حج کند. و دلیل این گفته ها حدیث مشهور ابن عمر رضی الله عنه است که پیامبر الله فرمودند بنی الاسلام علی 5، به درستی که اسلام بر 5 چیز بنا شده است: شهادت ان لا اله الا الله و ان محمدا رسول الله، اینکه شهادت به لا اله الا الله و محمد رسول الله است، و اقام الصلاه و نماز را برپا داشتن و ایتاء زکات و زکات را برپا دادن و حج البیت و حج خانه کعبه را کردن و صوم رمضان و روزه ماه رمضان را روزه داشتن. روایت بخاری و مسلم است. پس دین ما دین اسلام است که بر 5 ارکان بنیاد شده است. این 5 رکن استوار پایه دین می باشد که بنیای اسلام بر آن قائم شده است. بارک الله فیکم.